اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. صدق الله العظیم. خدا بر ما و شما میگوید ای بندگان، شما از خاک آفریده شدید. یعنی پدر شما حضرت آدم خداوند از خاک خلق کرد. و فیها نعیدکم، شما را مادامی که من از خاک پیدا کردم، میگه خدا، و فیها نعیدکم، باز شما البته به خاک مبدل میشین. خاک بودین، باز به خاک مبدل میشین. و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، باز از همین خاک روز قیامت وقتی که امری به زنده شدن شما می شود، شما باز از همین خاک سر می بردارید. شما از خاک پیدا شدین، به خاک رجوع میکنین، باز از همین خاک روز قیامت شما سر می بردارید. اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، اگر چندی سلیمان بی نهایت بای بود، حضرت داوود بچش، اگر چند تای سلیمان باشی، میگه اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، و یا جمشید و خاقانی به خاک دهر یکسانی، اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوس زر پوشی و ماهرویان در آغوشی، به خاک دهر یکسانی. اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوس زر پوشی و ماهرویان در آغوشی، به خاک دهر یکسانی. اگرچه فرد دورانی، یعنی اگرچه آدمی عادی هم که باشی، اگرچه فرد دورانی به تخت خویش سلطانی، تو اندک روز مهمانی، به خاک دهر یکسانی. اگرچه شاه تورانی، اگرچه شاه تورانی، کی زور از شیر غرانی، پسند پهلوانانی، به خاک دهر یکسانی. به یاد روی جانانی، جنون تو سینه بریانی، چو بلبل گر غزل خوانی، به خاک دهر یکسانی. البته به البته از خاک بودیم، به خاک باز میگردیم، باز از خاک روز قیامت ما و شما سر میبرداریم. ای ز خاکت آفریده خاکیا هوشیار باش، خاک بودی خاک گردی در میان هوشیار باش. البته دنیا جای ابدیت نیست. دنیا جایی نیست که ما و شما ابدی زندگی کنیم. اگر از خلاصه مرگ همین ما و شما بفهمیم، همین قدر ما و شما بفهمیم که دنیا جای ابدی نیست، همین برای ما و شما کفایت کننده است. رسول اکرم میگه کفا بالموت واعظا، برای شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. در صورتی که آدم عاقل تابوت بیند باید که عبرت بگیرد. میگه پیغمبر تابوت برای شما داملا هست، تابوت برای شما خود مولوی هست، همون خود برای شما عبرت هست. دنیا جای ابدیت نیست. زمان پیغمبر خدا بود،
رسول اکرم میگه دایم نماز با جماعت که میخواند، پس میگشت به سوی مردم نمازخانه را نگاه میکرد و میپرسید فلانی کجاست، فلانی کجاست. یک مرد و زن بی نهایت در پشت رسول اکرم دائما نماز با جماعت ادا میکرد. یک روز میگه رسول اکرم این موی سفید و این عائله موی سفید که کمپیر بودن، اینها حرکت کننده به سوی نماز جماعت بودند. امروز خدا ما و شما را تن صحت داده است، سلامتی خوب داده است، مسجدهای کشاده که باز میگم غنیمت هستند، اینها را داده است. ما و شما به این قدر نعمت خدا نمیرسید. باز خدا رحمت کند عمر، سخنم کمتر بیرون از موضوع می شود. دورای حضرت عمر بود. حضرت میگد وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست، میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است. حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگد وقتی که شنید بیمار است خیست، میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت، میگه درش تق تق کرد، گفت فلانی؟ میگه از داخل آواز داد لبی و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگه ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعتون بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو. عمر ترا الحال گفت ای فلانی تو لبی گفتی آمدی کو؟ ترا خدا فیراد دارد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی نجات. چرا خدا را قبول نکردی گپشه؟ چرا گپی عمر لبی گفتی؟ این عمر خطابش بود. گپی عمر را تصدیق میکنی؟ لبی میگوی به نزدش میای، گپی خدا اختا قبول نمیکنی. رسول اکرم میگه پرسان کرد این موی سفید و این کمپیر که از پس من نماز میخوام کجاست؟ گفتن اینها یک پسری داشتند، اون پسر وفات کرد. این موی سفید و کمپیر پاهاشان از کار ماندگی هست. او فرزند دائم اینا را پشت میکرد، میآورد در پهلوی تو میگذاشت، نمازم میخواندم، باز اوج کرده به خانه خودش میبرد. رسول اکرم میگه به سوی صحابه گفت آگاه باشین، اگر دنیا ابدی میشد، اگر دنیا یک آدم برای خود قرار میداد و پرورش میکرد و ابدی زنده نگاهش میداد، هر آینه همین جوان خدا نمیکشت، زیرا که بی‌نهایت خدمت شایسته در حق پدر مادر کرده است. لکن دنیا ابدی نیست. این ابن مسعود در حدیثا میگوید که از نام پیغمبر خدا روایت میکند ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه ثم یکون مضغه.